یه سوال ازت میخوام بگم چند نفر از شما دوست دارید بیشتر از آنچه که امروز دارید می‌داشتید؟ چند نفر؟ حالا سوالم ازت اینه که چرا نداری؟ چرا نداری آنچه رو که می‌خواستی؟ چرا نداری آنچه رو که می‌خواستی؟ من چقدر درماندم، زنم مریضه، کراخونم لنگه، شغلم منو بیرونم کردن. چه خبره تو این دنیا بر من بدبختم. میگن فرستریشن یا درماندگی. بعد آنتون رابینز میگه ویلکام فرستریشن. برای که بیشتر تو این دنیا داشته باشی باید بیشتر بشوی، و برای که بیشتر بشوی باید بیشتر یاد بگیری و آموزش بگیری. به نظر من حلقه مسئولیت زندگی تو اون آموزش است. حالا باید کاری بکنم من و به محض یه فریاد به جهان هستی میزنه که دیگه نمیخوام این نوع زندگی ادامه بدم، حالا همه چی براش درست میشه، تمام درهای رحمت خدا باز میشه. به همین دلیل آنتون رابینز میگه ویلکام فرستریشن، خوش آمدید ای درماندگی ها. اگر این درماندگی ها نبود، اگر این بیپولی ها، فقر ها، چالش ها، مشکلات نبود، من هرگز قدمی بر نمی‌داشتم، هرگز کار شگفت انگیزی نمی‌کردم. خوش آمدید ای درماندگی.